و قیمت آن تقریبا 28,000 دلار آمریکایی. رنج روور رو باشن تقریبا 40 نرخ‌های ترانسپورتیروفکا این ماشین ها از دبی تا دولت های آسیا میانه و همچنین تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا هلا سلام عزیزان، خوش آمدید به ویدیوی نوی من. باز هم با شما هستم، حسن الدین از دبی و امروز باشد یک از موضوعهایی که با گرفتن نام دبی در فکر انسان ها، در معنی انسان ها اون چیز به یکمین چیز به فکرشون میای، این یعنی ماشین های ارزان که از دبی میبرن و باز هم یکی دیگه ماشین های سپورت کارز یا لوکس لاکچری کارز. و امروز باشد ما درباره ماشین بازارهای دبی، چند ماشین بازارها هست، اکسیون های دبی و اونهایی که از دبی ماشین خریداری میکنن با چی طریق از دبی به دولت های آسیای میانه میرسد، در این موضوع صحبت میکنیم. بینندگان گرامی، اگر این موضوع برای شما معقول باشد، پسند باشد، حتما ویدیو را تماشا کنید، لایک گذارید و فکرهای خود، ملاحظه خود در تگ این ویدیو حتما نویسید و انشاءالله من با هر یکی سوال های شما یا اقتراحات شما حتما جواب میگردم. من اما در درآمدگاهی بازار شارجه یا سوق الحرج میگن، بازاری الحرج، خیلی که میبینید درخت ها و کبودیزار خیلی هم حتی در پیش بازار هم خیلی آراستان. نگفته نماند که بازارهایی که در امارات وجود دارند فرقیت اونها از اون بازارهایی که مثلا در آسیای میانه وجود دارد در اون فرق میکند که در اینجا فقط و فقط کمپانی ها خرید و فروش میکنن، یعنی در بازار نیست که در اونجا یگان انسانی که میخواد ماشین خودش و فروش ماند در اونجا برد و فروشد، مثل اون بازارهایی که مثلا در روسیه و در دولت های آسیا میانه بسیار دیده میشد. در اینجا فقط این شوروم ها هست که مثل کمپانی کار فعالیت میبرن. اینها یعنی چی هستند؟ با اصطلاح روسی پریکوپشیک، یعنی اینها ماشین ها انسان ها را میخرند یا از بعضی از آنها یک قصه یک فایزی کمی از آنها از بیرون ماشین های میبیارن و در اینجا میفروشن. ببینیم یکی از ماشین هایی که در این معرض من ایستاده است، پرادا VXR 2019. چه خیلی که میبینید 2019 25,000 راه گشته است و قیمت آن تقریبا 28,000 دلار. در این معرض باشد، در این شهر مثلا چه خیلی که میبینید ماشین های ارزان، ماشین های سیدان، هر مدل ها اینجا وجود دارد. چه خیلی میبینید هوندا اکورد، اودی A6، مازدا 3، نیسان، هوندای اکسنت، الانترا، نیسان تیدا، کیا اپتیما، الانترا است، لکسوس ES، کیا سیراتو و دیگر. چخیلی که گفتم شوروم ها بسیارش حرکت میکند که با یک نمود ماشین ها خرید و فروش کند. در امارات 5 بازارهای بزرگ هست، 5 بازارهای کلان و زیاده از 10 اکسیون های بزرگی که 10,000 ماشین دارن میفروشند و بر زمین زیاده از 100 اکسیون های مایده و خردچگی هست
در حدود امارات وجود دارد و باز هم برای خرید و فروش ماشین چند سایت هایی هست، سایت های الکترونی و اکسیون های الکترونی هست. انشاءالله درباره این چیزها کم کم در این ویدیوها گفته میگذاریم. چه خیلی که میبینین در این معرض فقط و فقط مرسدس های ناو وجود دارن. مرسدس های GLI همش این مرسدس های سالی 2021 نرخوی این مرسدس تقریبا $68,000 آمریکایی سالش 2021. این بازاری ماشین بازار سوق الحرج با نام سوق الحرج از ساعت صبح 7 سحر تا ساعت 10 شب کار میکند و لیکن از همه بهتری وقت برای اومدن به این بازار بگاهی یا شبانه می بشد، برای اینکه نه گرمی نه آدم از چشم آفتاب بیزار میشد و شبانه میتونید بیملال در اینجا گردید بگاهی یعنی و انتخاب خود را در این بازار بین ماشین های خیلی هم زیاد کنید. می شود با هم صبح آید به این بازار، لیکن به فکر من از همه وقتی مناسب برای گشتن در این بازار بگاهی شبانه. بینندگان گرامی، چه خیلی که گفتم این بازاری که در شارجه وجود دارد نامش سوق الحرج هست و در این بازار زیاده از 800 معرض یا شوروم میگن در اینجا وجود دارد که هر یک شوروم تقریبا در حساب میانه میتوند 50 ماشین در اینجا جا گیرد و شوروم هایی هستند که زیاده از 150 ماشین در اینجا جا میشن. در این بازار سوق الحرج اکثرا ماشین های مستعمل یعنی ماشین های یوزت به او فروخته میشد و کم در کم ماشین های نو هم یافته میشد، لیکن موضوع ماشین های نو خدا خواهد یک ویدیو مخصوص میشد برای اینکه چند نوانس ها دارد و خود ما با این در این موضوع در موضوع ماشین های نو زیاده از 10 سال کار بار دارم. برای همین موضوع ماشین های نو و نرخ های اونها و نیوانس هاش خیلی که میگن در ویدیو مخصوصی با شما میفهمونم. و در این شوروم خیلی که میبینید ماشین ها فقط رنج روور و مرسدس های ای کلاس سی کلاس این رنج روور رو باشن تقریبا 40-45 هزار دلار سالهای 2016 17 18. ماشین های یوزیتی کمتر استفاده برده شده. شوروم 27 من داخل شوروم هر یک شوروم ها مثل همین و این باشد ماشین تسلا خیلی که ببینید و این داخل شوروم ها همین شوروم ها تقریبا میخل اینجا آفیس هست. خیلی که ببینید در این بازار اگر زیاده از 800 شاپ یا شوروم داشته باشد هر یک شوروم داخلش این است داخل یعنی آفیس است کارگرا می نشینند و بعضی ماشین های خاص وی پی در داخل میگذارند و دیگه باقی مانده ماشین ها در کوچه ها می ایستد در یعنی پلاشتکی پیشی شوروم. بینندگان گرامی یک موضوع دیگه ترانسپورتیروفکا یعنی چه خیل بردن ماشین برای اونهایی که از دبی آمده ماشین میخرن یا اونهایی که میخواهند از خارج از دیگه کشورها طلب ماشین یعنی با اصطلاح ماشین زکاس کنن از دبی
با چی طریق چطور می آید. یکمش این که ماشین ها از دبی به دولت های آسیا میانه با سه طریق می رود. یکم طریق آبی با از ایران با کشتی تا ایران می رود. بعد با دولت هایی که حدود آبی داشته باشند با آب می رود و اگر نداشته باشه با تریلر ها می رند. دویم با طریق تریلر های کمپانی که مخصوص از هر دولت ها هستند با نظیم نیم پوتیوم میگن خیلی. و سیوم با طریق هوایی که از همه گرانترش همین است. نرخ های ترانسپورتیروفکا چند است؟ نرخ های ترانسپورتیروفکا ماشین ها از دبی تا دولت های آسیا میانه و همچنین تاجیکستان. از دبی و تاجیکستان ماشین های سبوکراف $1400 $1600 تقریبا 25 روز 30 روز رفته میرسد ماشین. تاشکند بخارا سمرقند $1650 $1750 تقریبا یک ماه 35 روز. بیشکک اوش $2400 $2700 تقریبا 40 روز رفته میرسد ماشین. روسیه تا استراخان 20 روز 25 روز نرخ ترانسپورتیروفکا $1500 $1600 امریکایی. قزاقستان باشد اکتاو $1500 $1600 20 روز 25 روز و استانا الماتا $2400 $2600 تقریبا 40-45 روز رفته میرسد. ترکمنستان تا اشخاباد $950,000 تقریبا 18-20 روز رفته میرسد. آذربایجان استانا $1100 تقریبا 15-20 روز رفته میرسد. بازار حرج بر ضمن آنکه زیاده از 800 شوروم برای فروش ماشین های نمود و گوناگون دارد، در این بازار در یک پهلوی این بازار باز هم شاپ ها یا شوروم های برای اکسسوار که برای ماشین گذاشته می شود. در اینجا زیاده تقریبا 10 شاپ ها در اینجا وجود دارد که اونهایی که مثلا ماشین را خریداری کردن و میخواهند اپشن او رو باز هم زیادتر کنن، یکون چیزی نو گذارن، یکون چیزیش باز هم اضافه کنن، در اینجا میتونن یابار کنن. هذا الباب زين. هاي السبويلر حق البرادا بكم؟ الان میداریم با باز دیگه شاپی که در اینجا اکثر گذاری میشد. این شاپ در اینجا چیزها باز هم بیشتر است. خیلی که ببینید من اینجا بامپر ها، اسپویلر ها، فار ها و حتی نگفته نماند که بسیار ماشین هایی که مخصوصا به ازبکستان و تاجیکستان میرن، بسیار ماشین ها در دبی اونهایی که برای خرید فروش میبرند اکثریت میخرن اپسیه ها یکی از همه پستر است. مثلا لند کروزر میگیرن که از همه گفتی روساکی سهم پوستای است. مثلا چهارم اپسیش میگیرن بیسیک یا جیناین میگیرن یکی مثلا بامپر ندارد، پادناشگاه ندارد، حتی دیریون سالن ندارد، چیزی ندارد، دیویدی ندارد. در اینجا میگذارن بعد میبرن در اون دولت ها میفروشن همچون فول اپشن پول کامپلیت گفته میفروشن. البته اونهایی که ماشین نقض میشناسن، اونهایی که با یعنی در عمر خود این چیزهای یکم بار ندیدن، اونها فرق میکنن که چی اوریجینال است، یعنی چی زواتسکوی است و چی چیز یعنی گذاشته شده است. اما اون انسانایی که مثلا یک قدر کار بار نداشتن با ماشین، مثلا اکنون این خیلی ماشین ها را خرید استادن، اونها فرق قدر نمیتونن که این حقیقتا هم فول اپشن است این ماشین یا که این خیلی اکسسوارها گذاشته شده و ساخته شده است، سونی است. یعنی برای همین در وقتی که ماشین میخرید، مخصوصا ماشین هایی که مثلا
قیمت است. ماشین هایی که مثل لند کروزر و پرادو و لکسوس و مثل این ماشین ها حتما از یگان آدمی باورناک خریداری کنید که داره چیکار دارید اپسیش بهتر کرده استادم. یعنی پرادوهایی که تی اکسل است فول پول کامپلیت نیست، از اون با اون بسیار چیز مثلا فرانت گریل این پریدنی رشوتکا این فارها با حتی مثلا این الوی ویلز بالوناش مثل پرادوی پول کامپلیت بعد این پریدنی دوگا این پادناشکا ها مثلا اینا همش گذاشته ایستادن. حتی فارهای عقب با خروم های عقب و حتی بالونی که در پایان هست در بالا هست با پایان گرفته ایستادن. اینجا باشد. البته این همش ماشینای نو 2021 ماشینای 2020 2021 خیلی میگم در سلافان ماشینای نپا نو 0 کیلومتر گشته است گشته است. این پرادو این لند کروزر باشد. لند کروزر 2021 اینم از لند کروزر جی ایکس آر اینا گرفته وی ایکس آر کردی استادن یا جی تی کردی استادن، یعنی کیتای پیش و عقب دو تی بامپر گذاشته استادن و این من این اینجا چیکار کنید مانیتور اگر ایره آدمای ماشین خرید من توقف میشن. خیلی اونایی که خیلی که گفتم ماشین ارزانش میخرن مثلا 3 4 کامپیوتر از همون بیسیکش میخرن بعد مثل همین نوارتیت میکنن خیلی که با اصطلاحی چی میگن روسی پیشاشم ببینید کیتا گذاشتن فارهای نو گذاشتن این فرانت گریل پرید نریشوت کم نام میکنن. همه خیلی نرخ‌های ترانسپورتروفکی ماشین یا سروکی دستافکه سروکی که تا اونا برده رسانن اختلاف کرده میتوند یا دیگرگون شده میتوند با سبب های یکون سیاسی با سبب های اقتصادی یکون دولت هایی که با از طریق اونها میرد یکون دیگرگونی در موسم های یکون سال شده میتوند و فرق کنی ترانسپورتروفکی ماشین برای اونهایی که مثلا ماشین یکون بار خریدن یا میدونن که مثلا راه یا ترانسپورتروفکی ماشین از دوبای تا شهر اونها تا دولت اونها چقدر است برای چی فرق کرده میتوند؟ برای اون که شاید بعضی کمپانی ها به اصطلاح خوفکه برن که مثلا گارانتی نداشته باشد که وقتی که در راه یگان چی شد با ماشین اونها جوابگری یعنی باز جوابگری خود را نشان نمیتن با اون جواب نمیتن. و بعضی کمپانی ها هستند که مثلا ترانسپورتی لاجستیکی کمپانی هایی که میبرن ماشین ها را اونها هم استراخوفکه دارن، یعنی در وقت بردن با ماشین شما یگان چیز شد یگان غرش شد یگان چیز گم شد یگان چیز کم بودی شد اونها از آنها مبلغی بر عوض این کمبودی ستانیده میشد. و در این معرض باشد چه که میبینید همه نیسان پاترول ماشینای نیسان پاترول همش مستعمل یعنی استفاده برداشته ماشینای یوزید است 2016 2015 2017 2014 همش ماشینای نیست. و چه خیلی که میبینید در این بازارها ماشینای کلاسیکی و سپورت کارز ها و لاکچری کارز ها هم هستند لیکن کم نه مانندی مثل بازار دوبای لیکن برای هوادارها کم کم در اینجا هست دیده میتونید. در اینجا ویدیوی امروزی من به آخر میرسد و باز هم ویدیوهای مثل این درباره ماشین ها درباره دیگر بازارهای دوبای ان شاء الله میشود. لایک سابسکرایب کامنتس و مع السلامه. سلام تاجیکستان روسیا قزاقستان. اوکی